کسی از صابخونه؟ هی سلام مارکوس. رابرت خوش اومدی به تایلند. پروازت خوب بود؟ آره اوکی بود، مهم نیست. یه ذره هواپیما زده شدم، درست نتونستم بخوابم. اوضاع همسایه اینجا چطوره؟ مارکوس آدمای خوبی هن؟ بابا یه مش چاقاله. زشته مارکوس، نزن این حرفا، مؤدب باش. گبورا حل مارکوس، یه دقیقه صبر کن بذار چمدارمو بیارم. بد نمیشد یه دست بدی یا. این داداشت رابرت. ای وای چی؟ هلو نجورسن. من خوبم. مارکوس این اسمش چیه؟ جدخه سرخیو جدخ. مارکوس این چه اسمیه برای بچه گذاشتی؟ این پس فردا میره مدرسه، خب اذیتش میکنم. این چه کاریه؟ آینده بچه رو رسما خراب کردی با این اسم مارکوس. نکن بابا. ای جان گیو می ا کیس. جدخ خودمی. مارکوس میشه به من توضیح بدی اینا کیان؟ این همسرمه. سلام من ننتم. مرتیکه گیروساق. خواهرت تو راه رابرت. نظرت چیه؟ والا نمیدونم چی بگم. فکر کنم یه بودم از دست دادم، حقیقتا گیجم. این کیه اینجا؟ این سکینه. سکینه سلام، از آشنیتون خیلی خوشوقتم. سلام. سکینه تو واقعا خوشگلی و کاملا هم صورتی، چه جالب. چه خبره بچو؟ این منم این خارکون. کیه؟ گگیر آها. جتمه. آی نزن. برای چی میزنی؟ نزن. گیروساق نشسته نزن. شیرین اسکال پدرش داشته. مثل اینکه دعوا خانوادگیه، من باید بپیچم به بازی. مارکوس ولی نکشش لطفا باشه. من باید رفتم. ادب این شد. که بود دیگه؟ برادر زنم.